أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. شکر میکنیم الله متعال که بر ما توفیق داد در این عصر فتنه و امتحانات و مشکلات که ما بتانیم به سپاره 17 قرآن عظیم شان به سوره الانبیا برسیم. سوره الانبیا را سوره انبیا میگن به چند دلیل. دلیل اولش است که در سوره انبیا امو جهاد و مبارزه و مقاومت پیامبرا را در مقابل مشرکین، در مقابل بدعتکارا، در مقابل طواغیت بیان میکنه. سوره انبیا میگن به خاطر از اینکه سرگذشت پیغمبرا را به شکل مختصر بیان میکنه. سوره مکی هست. وقتی که یک سوره را مکی میگن به خاطر از اینکه در مکه نازل شده یا قبل از هجرت نازل شده و خاصیت سوره های مکی همی است که در سوره های مکی بیشتر وحدانیت الله، دلایل توحید، اقسام توحید و عظمت خالق متعال و دلایل عظمت الله بیان میشه. این سوره مبارکه 112 آیت داره. 112 آیتا، 112 آیت است و 7 رکوع داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم. الله متعال میگه که نزدیک شده هست برای مردم حسابهم، حساب و کتابشان که محاسبه شوند، حساب شوند. و هم فی غفلت معرضون، در حالی که ایشان در غفلت، معرضون در اعراض روگردانی هستند. ما یأتیهم، نمیاد به ایشان من ذکر، هیچ حکمی، هیچ نصیحتی من ربهم، از جانب پروردگارشان، محدث که جدید است، الا استمعوه، مگر ای که مردمای بیدین او را میشنوند، و هم یلعبون، در حالی که اونا مشغول بازی هستن، مشغول سخریه هستن، مشغول استهزاء هستن، ساتیری میکنن، مسخرگی میکنن و استهزاء میکنن. چرا این کارا میکنن؟ لاهیتا قلوبهم، به خاطر ازی که در لهو و در غفلت از قلبهایشان. و اثر النجوا، اینا پنهان پنهان با پوتی سرگوشی میکنن، پسپسک میکنن. الذین، او کسانی که ظلمو ستم کردن. و باز چی میگن؟ میگن دمی سرگوشی و پسپسک خود چی میگن؟ هل هذا الا بشر مثلکم. هل هذا یعنی این هذا نیست این پیغمبری که بر ما توحید بیان میکنه، این نیست مثلا مگر یک بشر انسان مثلکم، مثل شما. افتأتون السحر، آیا شما متابعت میکنین السحر، جادو را، و انتم تبصرون، در حالی که شما میبینین. قال، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان، ربی یعلم القول، الله متعال که رب ما هست و میدانه القول، هر سخن را، فی السماء، اگرچه این سخن مخفی شده باشه در طبقات آسمان، و الارض، و یا هم در طبقات زمین. الله سخنای مخفی و پنهانی شما را میفهمه. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم نمیفهمه که شما در سرگوشیتان چی کردین، الله شما را رسوا میسازه، شما منافقا و بیدینه را. و هو السمیع العلیم، الله متعال در توحید اسماء و صفات یکی از نامهای الله السمیع هست، یعنی بسیار شنوا. کما یلیق بجلاله و عظمته، اما قسم مشنوه که به جلال و عظمت الله شایسته است. العلیم، بسیار عالم است. کما یلیق بجلاله و عظمته، اما علمی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. بل قالو، بلکه در پالوی او سخنهای زشت و افتراعات خود که اینا خاموشانه بین هم سخن میگفتن، الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و میگه که اینا میگویند که اضغاث احلام، آنچه که این پیغمبر میگه این خوابهای خیالی هست. حلم در زبان عربی خواب میگن، و اضغاث امو خیالاتی که در خواب دیده میشه.
بعضی دیگهشان میگه بل افتراه، بلکه میگن که نه، این پیغمبر اینه از جانب الله نامده، بلکه یا تهمت کرده پیغمبر سر الله. بعضی دیگهشان میگه بل هو شاعر، بلکه او شاعر است. الله متعال بر ما و شما مسلمان ها میگه که او مسلمان ها این اصطلاحات دشمنای اسلام است و اصطلاحات گاهی به شکل کلاسیک می باشه که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتن که ادغاث احلام، شاعر است، ساحر است، بشر است، این کارهایی که میکنه. اصطلاحات کلاسیکی که توسط از او رشخند می زدن به پیغمبر و به شریعت و به پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این اصطلاحات مدرن میشه، جدید میشه. عین عقیده کفری که انسان داشته باشه باز مسلمان ها را با اصطلاحات جدیدش که آل میگن فاندامنتالیست است، بنیادگرا هست، اکستریمیست است، افراطی هست، وهابی هست، مثلا تروریست است، دهشتگر است، همین اصطلاحات است. پس الله متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که متأثر به این اصطلاحات کافرانه شو، شاعر هستی و ساحر هستی و خیال بافی میکنی و خیال پردازی میکنی و ادغاث احلام است. این گپا رو این میگن، این عادت کفار است. و شما مسلمانایی که آل هستین این اصطلاحات مردمای بیدین و کافر است، به این متأثر نشین. الله متعال میگن فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. باز این مردم میگن که دیگه چی میگن؟ فلیأتنا بآیة، بیارین برای ما یک دلیل، یک معجزه کما ارسل الاولون، مثل که پیشینیان یا پیغمبرای قبلی آورده بودن. الله متعال میگن ما آمنت قبلهم من قریة، ایمان ناورده بود قبل از اینا هیچ قریه اهلکناها که اونا را هلاک. افهم یؤمنون، آیا ایمان میارن؟ و قریه های سابقی و مردم های سابق هم که کافر و بیدین بودن، با وجود از اینکه پیغمبرها برشان آمدن ایمان ناوردن. وقتی که ناوردن ایمان، پیغمبر قبول نکردن، کتابش قبول نکردن، ما اونا را هلاک کردیم. آیا اینا ایمان میارن؟ چون اندیشه و فکر عین چیز است. وقتی که سابقه ها همین قسم فکر داشتن، کافر شدن و ایمان ناوردن، هلاک شدن، یا هم دلایلشان عین دلایل سابقه هست، یا ایمان نمیارن یا ایمان میارن. و کسی که این قسم گپا میزنه اونا دلایل قبول نمیکنن. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله متعال برای تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ما ارسلنا قبلک، ما نفرستادیم قبل از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الا رجالا، مگر شخص هایی بودن که نوحی الیهم، برشان وحی میفرستیم. حالا کیا میگن ای پیغمبر نامده، کتاب نامده، این نامده؟ خیلی شما برین فاسالوا اهل الذکر، شما برین از متخصصین پرسان کنین، از علمای اهل کتاب که اونا واقعا عالم هستن، دانشمند هستن، مسلکی هستن. این کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدونین. شما که جاهل هستین از فکر خود و از عقل خود گپ نزنین، برین از متخصصینی که اونا میگن ما اهل کتاب هستیم، متخصص هستیم، میفهمیم، برین از اونا پرسان کنین. پس آیت قرآن ایره هم میگه که انسان باید در هر تخصص به اهل تخصص مراجعه بکنه. و این معقول است، باید به اهل تخصص مراجعه بکنی. در عالم اسباب، کامپیوترت خراب است، پیش کامپیوتر کار برو. مریض هستی، پیش دکتر برو. تعمیر میسازی، پیش انجینیر برو. فاسالوا اهل الذکر. علامه ابن تیمیه رحمه الله میگه ترک الاسباب جنون. کسی که در عالم اسباب از اسباب دنیوی استفاده نمیکنه، این دیوانگی هست. ولی ایمان به کفر، اما اگر به این اسباب دنیوی ایمان داشتی، این نمیتونه کل مشکل ما را حل کنه، بازی چی است؟ کفر است. از اسباب دنیوی استفاده میکنیم، باز میگیم که از این دوا استفاده میکنیم در عالم اسباب و شفایش میگذاریم به الله متعال که او خالق یا مسبب الاسباب است. این کنتم لا تعلمون، اگر شما خودتان نمیدارین. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. اینا تو فکر میکردن باید پیغمبر چی باشه؟ کسی باشه که غذا نخوره، ازدواج نکنه. الله متعال میگه ما پیغمبرای قبلی را می قسم جور نکرده بودیم. پیغمبرای قبلی هم تو جسد نبودن که لا یاکلون الطعام، که فقط مثل مجسمه واره باشن و غذا نخورن. و ما کانوا خالدین، او پیغمبرها هم همیشگی نبودن، او پیغمبرها هم وفات میکردن، انسان بودن. ثم صدقناهم الوعد، باز الله متعال میگه که ما راست گردانیدیم با ایشان وعده خود را. فانجیناهم و من نشاء،
ما نجات دادیم پیغمبرها را از شر از اینا و من و کسانی را که نشاء خواستیم و اهلکنا المسرفین و ما هلاک کردیم انسانهایی که اسراف یعنی زیاده روی میکنن، در عقیده زیاده روی میکنن، در سخن گفتن زیاده روی میکنن، در دلایل پوچ زیاده روی میکنن، در گناه ها زیاده روی میکنن، در مخالفت ها زیاده روی میکنن. لقد انزلنا الیکم کتابا، یقینا که الله متعال میگه بر شما نازل کردیم کتابی را که فیه ذکرکم، که در او ذکر شما هست، یاد شما هست. افلا تعقلون، آیا شما از عقلتان استفاده نمیکنین؟ ذکرکم یعنی بر شما نصیحت است، بر شما شریعت است، بر شما قانون است. پس چرا شما از این کتابی که در این شریعت شما هست از این کتاب استفاده نمیکنین؟ و کم قسمنا، بسیاری از مردم ها را قسمنا، قسم کمر شکن کردن، هلاک کردن. بسیاری از اینا را ما کمرشان شکستاندیم، هلاکشان کردیم. من قریت، از اهل قریه ها را. کدام قسم مردم ها؟ کانت ظالمتن، که بسیار ظالم و ستمگار بودن. و خطرناکترین ظلم کس ان الشرک لظلم عظیم، شرک است با ظلم بزرگ است. و انشأنا بعدها، و آفریدیم خلق کردیم بعد از اینا قوم آخرین، قومای دیگر را. فلما احسوا بأسنا، پس هنگامی که اینا احساس کردن عذاب ما را، اذا هم منها یرکضون، باز اینا ناگهان از می عذاب الله یرکضون، یهربون، یفرون، فرار میکردن، میگریختن. لا ترکضوا، برشان میگه فرار نکنین، نگریزین. ورجعوا الی ما اطرفتم فیه، پس مراجعه بکنین به اون چیزهایی که شما اطرفتم فیه، یعنی در اوجه عیش و ساتری و بازی میکردین در آن. و مساکنکم، و پس بگردین به خانه هایتان. لعلکم تسألون، شاید که شما پرسیده شوین. قالوا، باز گفتن یا ویلنا، افسوس باد بر ما، انا کنا ظالمین، ما بسیار ظالم مردم بودیم. فما زالت تلک دعواهم، پس همیشه بود امی فریادشان، امی قسم چیخ میزدن و صدا میکردن. حتی تا زمانی که جعلناهم، گردانیدیم ایشان را، حسیدن، مانند فصل یا مانند کشت یا گندم های درو شده. گندم که درو میکنن ایره میگه مثل امیر حسید یا دروشان کردیم، امی قسم که توته اما تو سرایشان بریدگی در زمین افتاده بودن، خامیدین، اما تو خاموش مانده بودن، خمود و جمود، دیگه از گپ و از سخن و از دلیل گفتن اما تو مانده بودن. و ما خلق سما و الارض، و ما خلق نکردیم، الله متعال میگه با عظمت و قدرت خود آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، با آنچه که در آسمان و زمین که است، لاعبین، اینه با عبث خلق نکردیم که مردم این آسمان و زمین استفاده بکنن و از دلایل قدرت الله به این آسمان و زمین توجه نکنن. لو اردنا ان نتخذ لهوا، الله متعال میگه اگر ما کدام بازیچی را میگرفتیم باز به زمین و به شما انسان ها تعلق نمیداشت، لاتخذناه من لدنا، ما او را میگرفتیم پیش خود. ان كنا فاعلین، اگر ما این کار را میکردیم. بل نقذف بالحق، الله متعال میگه بلکه این افتراعات مردم های بیعقل است، بلکه ما نقذف و نبین و بیان میکنیم، میاندازیم، بیان میکنیم چی را؟ بالحق، توحید را، حق را، علی الباطل، در مقابل باطل که او شرک و کفر و بیدینی هست. الله متعال میگه ما بیان میکنیم، میافگنیم توحید را در مقابل باطل، حق در مقابل باطل یعنی توحید در مقابل شرک. فیدمغه، باز ای او را چی میکنه؟ او را دماغش برش سوراخ میکنه، یعنی امی حق سر باطل اتو غلبه حاصل میکنه که سر از او را مشکنه و دماغش تأثیر میکنه. فاذا هو زاهق، پس ناگهان او میرود. ولکم الویل مما تصفون، و بر شما هست هلاکت از آنچه که شما بیان میکنید. ولهو، بر الله هست من آن مخلوقاتی که فی السماوات والارض، آن چیزی که در آسمان ها و زمین است، یعنی توحید ربوبیت، یعنی خاص برای الله هست مالکیت و تصرف من هر مخلوقی که هست در آسمان ها هست و یا در زمین است. و
و من عنده لا یستکبرون، و او مخلوقاتی که ملائکه هستند و مخلوقاتی که پیش الله هستند، لا یستکبرون عن عبادته، هیچ وقت در اطاعت و عبادت الله تکبر نمیکنند، کلشان تسلیم شریعت الله هستند. ولا یستحسرون، و نه هم از عبادت و اطاعت الله احساس خستگی یا ماندگی این را هم نمیکنن. یسبحون اللیل و النهار، تسبیح میگن شب و روز. لا یفترون، سستی نمیکنن. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون، آیا اتخذوا گرفتن امی مردمای مشرک آلهة معبودانی که ذات از او را عبادت میکنن. بعضشان معبودایی را گرفته بودن که ذاتش عبادت میکردن و بعضی دیگهشان معبودای زنده را گرفته بودن که قانونشان اطاعت میکردن. معبودای باطل دو قسم است، یکی معبودای زنده هستن و یکی معبودان مرده هستن. معبودان مرده را در مقابل مجسمهش که مجسمهش جور میکردن عبادت میکردن، و یا قبرش جور میکردن در مقابل قبرش عبادت میکردن، که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت الله شد بر یهود و نصارا که قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه ساختن. بنان اگر پیغمبر هم معبود قرار داده شود، معبود باطل است. اگر ولی معبود قرار داده شود، او هم باطل است، چرا معبود به حق است، الله است. و قسم دو معبودان زنده بودن. معبود زنده چه قسم آلهه که گرفته بودن که اونا زنده هستن، قوانین از اونا را که ضد شریعت الله هست از او اطاعت میکردن. و می خاطر علما میگن یکی شرک قبور است، یکی شرک قصور. شرک قبوری است که به قبر از او و یا به مجسمه از او مراجعه میشه و صفات الله به صاحب قبر یا به مجسمه داده میشود. و شرک قصوری است که کسی که در قصر شیشته و قانون میسازه، مثل فرعون، هامان، شداد، نمرود، قوانین میسازن که ضد شریعت الله هست، باز او را اطاعت میکنن. پس اگر کسی عبادت مخلوق را میکنه، رکوع و سجده برش میکنه، او را هم اله خود یا معبود خود قرار داده. و اگر قانون از این که ضد شریعت الله هست او را اطاعت میکنه، او را هم معبود خود قرار داده است. الله متعال میگه که ام اتخذوا، آیا اینان گرفتن آلهة معبودان من الارض، از زمین، هم ینشرون که ایشان دوباره زنده میکنن. به این عقیده هستن که اینا میتونن ما را زنده بکنن، اینا میتونن ما را شفا بدن، اینا میتونن ما را زندگی و مرگ بدن. الله متعال بر از اینا دلیل عقلی هم بیان میکنه. دلیل عقلی است که در یک مملکت اگر دو پادشاه باشه، او مملکت دو حاکم باشه، او مملکت نظامش پیش نمیره. چرا یک پادشاه، یک حاکم میگه که قانونی قسم باشه و دیگهش میگه قسم باشه. پس در اون مملکت گدوری میشه. در هر مملکتی که دو نفر اعلان حاکمیت بکنه، در اون مملکت همیشه گدوری و بدبختی هست. الله متعال میگه وقتی که در یک مملکت دو حاکم بودن میتونه، چطور میتونه در زمین و آسمان دو معبود باشه؟ اگر دو معبود میبود، یکیش میگفت که آفتاب باشه، دیگهش میگفت نباشه، یکی میگفت روز باشه، دیگهش میگفت شب باشه. الله متعال امی دلیل میگه که لو کان فیهما، اگر میبود فیهما در آسمان و زمین آلهة معبودان الا الله، بغیر از الله، اگر معبودان دیگی میبود بغیر از الله، لفسدتا، پس آسمان و زمین فاسد میشدن. فساد آسمان و زمین چه قسم است؟ همی هست فساد آسمان و زمین که یکیش یک چیز تقاضا میکرد، دیگه چیز تقاضا میکرد. فسبحان الله، پس پاکی هست برای الله از آنچه که به او نسبت میتن. الله پاک است از داشتن شریکانی که قانون حق داشته باشه بسازن که ضد شریعت الله هست. و او معبودان هم پاک است که اونا مستحق عبادت باشن. الله پاک است از این چیزها. رب العرش، الله متعال خالق عرش است، پروردگار عرش است.
و عرش بزرگ، اما یصفون، از آنچه که اینا توصیف میکنن، از آنچه که اینا میگن. لا یسالو، از صفات الله است که هیچ وقت الله سوال کرده نمیشه، اما یفعل، آنچه که میکنه. پس کسانی که سوال میکنه که چرا الله هی قسم کرده، چرا الله زمین ای قسم خلق کرده، چرا الله نماز صبح 2 رکعت ساخته، چرا الله روزه در ماه رمضان ساخته، در این صورت اینا در مقابل آیت بیادبی میکنن. الله متعال میگه که لا یسأل عما یفعل، الله ذاتی هست قدرتمند که بنده هایش حق ندارن که از آنچه که او انجام میده سوال کنن از پیش. بنده تسلیم است، ما و شما تسلیم هستیم. هر قسمی که الله اگر خواست پیغمبر در مکه تولد شود ما تسلیم هستیم، اگر خواست زبان قرآن عربی باشه ما تسلیم هستیم. لا یسأل، سوال کرده نمیشوند. و هم یسألون، بنده ها مخلوقات اینا سوال کرده میشوند. مسئولیت ما داریم، ما هستیم، ما باید مسئولیت پذیر باشیم و مسئولیت خدا در مقابل الله ادا بکنیم. ام اتخذوا، یا این مردمای بیدین گرفتن، من دونه، بغیر از الله، آلهتن، معبودان دیگری که ذاتش بعضشان عبادت میکنن، بعضی دیگه از اینا قانون معبودان دیگر اطاعت میکنن. به هر صورت چی شرک در حاکمیت باشه و چی شرک در عبادت باشه، هر دوی شرک است. قل هاتو، بگو برشان که بیارین برهانکم، دلایلتان را. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، میگه اینمی ذکر است برای کی؟ برای کسانی که همراه ما هستند. و ذکر است و قانون است و شریعت است من قبلی، برای کسانی که قبل از ما بود، اونا هم اینمی توحید اطاعت میکردن، شریعت الله را اطاعت میکردن. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثریت از اینا لا یعلمون الحق، اینا نمیدانند توحید را. حق یعنی توحید. اینا به توحید که چند قسم است، کدام بخش ها را دارن، به علم ندارن. فهم معرضون، چون انسان وقتی که توحید نفهمید از این خاطر اعراض میکنه. چرا یک نفر میخیزه به عوض شریعت الله قانون یک مخلوق اطاعت میکنه؟ این توحید درست نمیفهمه. بعضی کسا فکر میکنه که اگه 5 وقت نماز خواندم خوب مسلمان هستم. بعضی فکر میکنه که اگر روزه گرفتی من مسلمان هستم. بعضی کسا فکر میکنه که والا اگر به الله سجده کردی باز رفتی به مخلوق هم به نام مخلوق نظر کردی یا حیوان ذبح کردی پروا نداره. الله متعال میگه مشکل از اینایی است که گاهی قانون مخلوق تطبیق میکنن، گاهی یک عبادتی را به مخلوق انجام میتن، گاهی صفات الله را به یک مخلوق نسبت میتن، گاهی افعال الله را به یک مخلوق نسبت میتن. مشکلشان چی است؟ الله متعال میگه که لا یعلمون الحق، اینا توحید نمیفهمن. اگر کسی حقیقتا از قرآن توحید یاد داشته باشه باز میفهمه که قرآن نکته‌ای که در توحید از بیان میکنن. فهم معرضون، به این خاطر اینا اعراض میکنن. حال الله متعال میگه که بعضی اینا تو تصور میکنن، بعضی اشخاص که والا این مردمایی که گپا را میزنه یا نو آمدن، سابق خوی گپا نبود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آمد گفت که گپا را شما کشیدین، در دیان دیگه خوی گپا نبود. الله متعال میگه این گپا هم دروغ میگن. هر پیغمبر و هر عالم حقیقی و هر کسی که اطاعت از الله و رسولش میکنه اینمی یک گپ است. و ما ارسلنا من قبل، که الله متعال میگه ما نفرستادیم قبل از شما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من رسول، هیچ پیغمبری را، الا مگر نوح وحی میکردیم الیه، به سوی او. اینمی جمله را برش وحی میکردیم که اساس سخن و دعوت تمام پیغمبر است. انه لا اله الا انا، که برشان بفهمن این پیغمبر که نیست هیچ معبودی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و نیست هیچ موجود مستحق از که قانون و شریعتش تطبیق شود الا انا، به استثناء من. الا ایره ادات استثناء میگن، یعنی که هیچ کسی مستحق نیست به استثناء من. الله متعال میگه فعبدونی، پس عبادت کنید مرا. پس اینا وقتی که استدلال میکنن که قبلا اجازه بود که ما به غیر الله عبادت بکنیم، اجازه بود قانون غیر الله را تطبیق بکنیم، ولو که علما باشن دروغ میگن. علمای یهود همی دروغ میگفتن، علمای نصارا همی دروغ میگفتن. چرا اونا دنیا پرست و مقام پرست و درباری بودن.
و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، و گفتن که العیاذ بالله اللهی که رحمان است این میگه ولد گرفته، فرزند گرفته. الله متعال میگه سبحانه، پاکی است الله را. این فرزند گرفتن یکی از عادات مردمان بی ایمان و یا نسبت دادن فرزند به الله این عادت انسانهای بیدین است. و خود فرزند داشتن از صفات مخلوق است. مخلوق محتاجی که میگه من فرزند داشته باشم که باز وقتی پیر میشم ضعیف میشم فرزندم باز بر من وقتی تقاعد کردم باز فرزندم ما بخیزه، فرزندای ما کار بکنن، دخترای ما خیاطی بکنن، بچه‌هایم بخیزن کار مزدورکاری بکنن، باز برن بر ما پیسه و معاش بیارن، من مریض شده مرا شفاخانه ببرن. پس گرفتن فرزند این کار مخلوقات است، صفت مخلوقات است. الله متعال که خودش رحمان است، نعمتها را برای دیگرا پسر میته، برای دیگرا دختر میته، برای دیگرا خانه میته، برای دیگرا زندگی میته، برای دیگرا نعمتها را میته. چی نیازی داره که خودش تمام این نعمتها را داشته باشه باز برای کاری را بکنه که کاری نیازمنده هست؟ مثل که یک نفر بگه فلان شخصی که میلیونر است در لب سرک شیشته گدایی میکنه، میگه یه احمق است ایکو، ما خودم میلیون دلار دارم، ما خودم بر دیگرا پیسه داده میرم، ما باز میخیزم به خاطر 1 روپیه یا 2 روپیه مردم یا 10 افغانی مردم ما گدایی میکنم. در حقیقت این مخالف عقل انسان هست. بل عباد مکرمون، بلکه این مخلوقاتی که اونا او را نسبت میتن برای الله، چی عیسی مسیح باشه، چی ملائکه باشه، چی دیگه پیغمبرا باشه، چی اولیاء الله باشه، اینا کلشان عباد بنده های الله هستند، لکن بنده های عادی نیستن، مکرمون هستن، بنده های با عزت هستن که متاسفانه مو عزت داشتن این بنده ها سبب شده بر از اینا که اینا را غلط فهمیدن، اونا را در قسمتشان زیاد افراد کردن. خب درست است، یک شخص مکرم است، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، کل از اینا چی هستن؟ بنده های مکرم هستن. اما کرامتی از اینا، شخصیت عالی از اینا، مقام عالی از اینا به این معنا نیست که با صفت الله را بر از اینا بتیم. یعنی اگر یک مأمور به هر اندازه که در وزارت مقام بلند داشته باشه باز نمیشه که بگی تو وزیر هستی. مأمور است، مدیر است، بسیار خوب مدیر است، بسیار خوب مأمور است، بسیار خوب رئیس است، اما وزیر نیست. پس این مخلوقات که هستن ای اولیاء الله، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، کلشان اولیاء الله هستن، اینا بنده های مکرم هستن، ولی به این معنا نیست که باز اینا خالق باشن و معبود باشن. این تفکیک باید انسان بکنه. قرآن عظیمشان همین عقیده را بر انسان بیان میکنه. لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. حتی اینمی بنده های مکرم الله، اولیاء الله که هستن، اونا چی صفت دارن؟ هیچ وقتی سخن قبل از حکم الله نمیگن. یعنی هیچ سخنی از اینا نیست که حکم الله را نفهمن و او سخن بگوین. اول اونا به کتاب سنت مراجعه میکنن و مطابق از او گپ میزنن. الله همین را میگه که لا یسبقونه بالقول. اونا هیچ وقت سخن نمیگه که او سخن الله برشان حکم نکرده باشه. بنابراین کسایی که میگن نه آن چیزی که در شریعت است و اولیاء الله میتونن سخنهای دیگه بگوین به غیر از آن چیزی که در شریعت است، امی آیت قرآن امی گپ رد میکنه. میگه بنده های مکرم ما که هستن، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، کرامت دارن، معجزه دارن، شخصیت های عالی هستن، مقام خوب دارن، لکن ادب با الله یاد دارن، هیچ وقت گپ نمیزنن، یعنی سبقت نمیکنن در سخن گفتن نسبت به الله. سبقت نکردن در سخن در مقابل الله چی است؟ که تا وقتی که حکم الله را در یک موضوع نفهمن یا گپ نمیزنن. پس بعضی کسایی که پیش از اینکه حکم شریعت، حکم یک چیز از قرآن و سنت بفهمه، در اون قسمت گپ میزنه، ای از ولایت الله خلاص میشه. بسیار بیادب هستن. ما شما بسیار کسا را میبینیم که به علم فتوا داده میرن، یک حکم بیان میکنه، پرسانش میکنه خب این حکم شما از کجا بیان کردین؟ والا من تصور میکنم. برادر عزیز، اینجا موضوع تصور نیست، موضوع هست که تو قرآن بخوان، سنت بخوان، باز بگو که در نمیجه حکم الله چی است. و هم به امره یعملون. و اولیاء الله، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین چی عادت دارن؟ که به امر الله چی میکنن؟ به امره یعملون، به امر الله عمل میکنن.
حالا وقتی که الله میگه که سر شما نماز فرض است، آیا ممکن است یک ولی از اولیاء الله نماز نخوانند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخری روزی که حتی پاهایش از کار افتاده بود با پای خود ایستاد شده نمیتونست، رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعت ترک نکرده، نماز خود قطعا ترک نکرده و حتی نماز جماعت ترک نکرده. بزیر یک شانش یک صحابی است، بزیر شانش دیگه صحابی هست، سر شانای از دستای خود گرفته و پاهایش حرکت نمیکنه و اونا فشار سر شانای خود آوردن و رسول الله صلی الله علیه و به مسجد میرسونن. رسول الله صلی الله علیه و سلم توانایی نداره که امامت بکنه، اقتدا میکنه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و وقتی که اقتدا میکنه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر از او اشاره میکنه که شما نماز بتین. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خجالت میکشه، رسول الله صلی الله علیه و میگه که نماز بتین. پس رسول الله صلی الله علیه و پشت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز میخونه. کسایی که میگه ابوبکر صدیق کافر است العیاذ بالله، رسول الله صلی الله علیه و سلم متهم به کفر میسازن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین نماز خود پشت سر کی خوان؟ پشت ابوبکر صدیق. بعضی اوقات بعضی کسات احساساتی در مورد بعضی شخصیت ها تفسیر منفی میکنن، خصوصا در قسمت اولیاء الله، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین و همچنان در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونا هم اولیای الله بودن. اینی هست که الله اونا را ذلیل میسازه. چرا سخن گفتن بیادبانه در مقابل از اونا بعضی اوقات انسان به کفر میکشونه. چطور ممکن است که ابوبکر صدیق العیاذ بالله کافر باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم که برش وحی میایه و پشت سر از اقتدا میکنه؟ متوجه هستین؟ امی پیش کردن رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر صدیق در امی جای بر تمام صحابه کافی بود که بعد از رسول الله صلی الله علیه و خلیفه خود بسازن. گفتن یکی امامت صغرا هست و یکی امامت کبرا. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره به امامت صغرا پیش کرد و امامت کبرا را گذاشت که ما از طریق بیعت او را انتخاب بکنیم، کسی را که رسول الله صلی الله علیه و در امامت صغرا پیش کرد، این مقدمه هست برای چی؟ برای امامت کبرا. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اجماع کردند که ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از رسول الله صلی الله علیه و بهترین شخصیت هاست، چون آخرین نماز خود رسول الله صلی الله علیه و در عقب ابوبکر صدیق رضی الله عنه خوانده است. الله متعال میگه که امی اولیاء الله کسانی هستند که آنچه که امر الله هست وقتی که رسول الله صلی الله علیه و تا آخرین لحظه نرسید، چی مانا؟ خی پیغمبر نرسید، خی ابوبکر صدیق هیچ نماز ترک نکرده، نرسیدن، صحابه نرسیدن، تو رسیدی که نماز نمیخوانی؟ میگه ما رسیدیم. یعنی به این معنا که مقام از مقام رسول الله صلی الله علیه و بلندتر است. او نرسیده بود، حتی آخرین مرحله هم نمازهای خدا میخوان. اما این میگه من مقام مزو کدام بلند است، من رسیدم، من دیگر نیاز به نماز خواندن ندارم. الله متعال میگن که کسایی که گپا میگن اونا اشتباه میکنن، غلط میکنن، درست قرآن نمیفهمن. لا یسبقونه بالقول. اولیاء الله دو صفت داشتن، یکی سبقت در سخنان نمیکردن نسبت به الله، دوم به امر الله عمل میکردن. فقط اینمی شریعت الله که کامل است اینمی را اطاعت میکردن و تمام اخلاقیات و تمام مزایا و تمام خوبی ها در شریعت الله هست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. الله متعال میدانه ما آنچه که پیش رویشان هست و ما خلفهم، یعنی آنچه را که قبل از ای انجام داده‌اند و آنچه را که در آینده انجام میتن. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. اولیاء الله شفاعت نمیکنن مگر برای کسی که الله از او راضی باشه. فکرتون باشه بعضی کسا تصور میکنن که اگر ما اولیاء الله را دوست داشته باشیم، ای اولیاء الله باز ما را شفاعت میکنه ولو که ما هر قسم مردم باشیم. این آیت قرآن میگه که نه، اولیاء الله وقتی که برشان حق داده میشه که شما در روز قیامت شفاعت بکنین، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، اینی مردم ها وقتی که شفاعت هم میکنن لا یشفعون، شفاعت نمیکنن الا لمن ارتضی. اینا شفاعت نمیکنن مگر برای کسی که الله از اونا راضی باشه، موحد باشه، یک تا پرست باشه، مؤمن حقیقی باشه. لکن تو نیست که برای یک نماز بیدین مشرک، کسی که در شرک مبتلا باشه بر از او شفاعت بکنن. ابدا اونا شفاعت نمیکنن. این ادبشون است. چرا امر الله هست که شما شفاعت فقط برای موحدین بکنین.
و هم من خشیته مشفقون و ایشان از هیبت الله بسیار ترس دارند. و من یقل منهم اینی اله من دونه، و هر کسی ببینید اینجا و هر کسی که باشه، هر شخصی که باشه و هر کسی یقول بگوید منهم از این مردم اینی اله که من معبود هستم، میتونین بر ما صفات الله را بتین، مرا بگوین قیوم هستی، مرا بگوین که تو عالم غیب هستی، مرا بگوین که زیر پای ما سجده بکنین، زیر قدم های ما رکوع و سجده بکنین. میگه هر کدام از اینا که این ادعا را بکنن که من کسی هستم که میتونین به ذات ما عبادت بکنین و اوامر مرا به ضد شریعت الله اطاعت بکنین من دونه بغیر از الله، فذلک نجزیه جهنم. الله متعال میگه اینمی شخص به هر مقام و منزلتی که باشه ما او را در جهنم داخل میکنیم. ادعای الوهیت نکنین. به این خاطر علمای بزرگی که بسیار قرآن و سنت میفهمن حتی اجازه را میده که دستشان ماچ کنیم، دست خدا کش میکنه، سر تپش خم کنی، بعد میگه سر خم نکو، استاد باش بر من سر خم نکو، زیر پای من خدا پایین نکو. چرا؟ اینا میفهمن که اگر در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم کس برای کسی اجازه بده که برش رکوع بکنه یا سجده بکنه یا گپی از او که ضد شریعت الله هست او را اطاعت بکنه، الله متعال گفته که فذلک نجزیه جهنم، همین شخص مستحق آتش دوزخ میشه. کذالک نجزی الظالمین، اینمی قسم ما جزا میتیم ظالما را. ظالم کی است؟ ان الشرک لظلم عظیم. در قرآن میگه بزرگترین اینمی قسم ما جزا میتیم مشرکینه. مشرکی هست در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله، در اطاعت از شریعت الله، در افعال الله کسی دیگه شریک میسازه. الله متعال میگه ما اینمی قسم ظالما را جزا میتیم.